سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم خوب هستین. امروز یک به نام مخالف تاجیک، یک продажный ژورنالیست محمد صدرالدین ما در نظر دارم. پادکست کردیسه که در یکم جو ما کارتای Сбербанк موندگی نیستم. حکومت تهمت کنیست. ناو آدمایی که محمد صدرالدین در حسین اشور در پول روی کردن، ناو 24 نفرش ایشون دادن. ما از حکومت جمهوری اسلامی خواهش میکنیم، احترامونه خواهش میکنیم که روشونه خشلشون بده. ما باید ببینیم، بدونیم کیا هستن طرفدارای به نام مخالف توجیه، کیا هستن طرفدارای دشمن ملت توجیه. با حساب ما هموطنان عزیز 80,000 زیاد است. محمد صدرالدین تا پادکست کردیسی ایمنا در رادیو آزادی و در دیگر جا در دست ما заявление در اکران دیدیستیم با печать. عزیز همه شدیدیم. با نگین که ایساق فایوب نمره کارتاشون ریکلام کسی کارتام و محکمان. اقبال روز 24/01/2024. آخرین نمره کارتات 53 و 21. انامی کارتا را موندن پول جمع کردن شرافدین را دویفا اوکراین روی کردن. یا که ما دروغ میگم اقبال. این کارت Сбербанк اقبال روز 30/08/2023 در روی اکران. این کارتا اقبال روز 13/11/2023 اقبال این فقط قسمت دوازی 3 کارت داره. общий 11 کارت تمام وقت کردیم. همین خودت هستی؟ آخرین نمره کارت Сбербанk در اکران دیدیسی 0820. اقبال تو میگو که ما Сбербанк موندگی نیستم، فقط دانات در رادیو آزادی گفتیسی. 20 اپریل 2023 در اکران دیدیسین کیوی کاشلوکان موندگی بودی. اقبال 3704 نفر پول روی کردن. نمره تلفن 914 197 49 38. اقبال ما میدونستیم که تا پادکست میکنیم. اقبال ایاد نبرو. با مادرایی که امروز برای فرزنداشون ای پشتی تی продажный ژورنالیست گیره کردیسن، وقت ساعتش میشوه و گارانتی میدم مادر فرزندای تی گیره میکنه. میفهمی؟ اینجا یکم آدمی که ایمینا برای کارتای تو نه 24 نفر 24 کریسا پشت پنجره رفت باید بخشیده نشود. با ما میگم در آخر ویدیو 80,000 آدم زیاد یاد پول روی کردن. همشون باید در روی اکران موندن در کره پوست مردم ببینم کی هستن خائنای ملت. باید اینا ما طلب میکنیم. اقبال تو پروستاتک نجک خودت میدونی برای بچهای کوچه ونجو یک udar سختی دیگه برای اکونومی است. میفهمی؟ اقبال